ما بارها آرزو میکنیم و همیشه خواهشمند آنیم که کودکان ما در دایره خانواده مسئولیت شناس باشند و مسئولیت همون دایره خانواده رو خوب پذیرند. دانسته میخواستم که کدام عملی پدر و مادر میتواند زمینه‌گذاری پیدایش حس مسئولیت شناسی در ذهن کودکان گردد. کودک وقتی که چشمش رو میکشاید و اون نفری را که میبیند یعنی اهل اویلش است و کودک همون نفری را ایدئال انتخاب میکند که کارهای او، رفتارهای او یعنی نمایان هستند و او از دیگران فرق کننده هستند و همون نفر را ایدئال انتخاب میکنند که وای شخصی موفق است. وابسته از اونه که در اویله کی است. شاید وای تکیه میکند به پدر، شاید تکیه میکند به مادر، شاید تکیه میکند به برادر کلونیش، که یعنی همون نفری را ایدئال انتخاب میکند که او خوب پدر باشد، خوب مادر باشد، کسی باشد یعنی موفق است. یعنی در اویله کارهای او چی است؟ یعنی سرانجام است و کارهای او پیشرفته است و رفتار پدر و مادر همون وقت با مسئولیت شناسی فرزند تاثیر میرساند که خودی پدر و مادر مسئولیت شناس باشند و خودی پدر و مادر در زندگی طرز رفتار کنند که برای پیش بردن زندگی خودشون از عهده کار برویند. در سطح درکاری تربیت کردن نتوانستن همین فرزند و همین فرزند یک گویم دوره با ویرسیش همیشه با مشکلات دچار شده است و حتما گویم که عمل و رفتار پدر و مادر قبول ندارد، چون که از رفتار او، از کردار او فرزند ریزا نیست.